آداب، برای آنها معرفت، برای آنها احترام ملت اصلا یک فلوس ارزش ندارد. میخوایم چند سخن درباره رستم رحمانوف گویم. چقدر که میگویند رستم رحمانوف خیلی به پدرش مانند است. حسب حال رستم رحمانوف بسیار عجایب است. یک جوانی که پدرشون برای خواندن حتما از حساب بودجه دولت اول به امریکا فرستاند، بعد به آلمان، بعد به کشورهای دیگه، بعد به روسیه، ولی در یگان جا، در یگان کشور رستم رحمانوف نتوانست که معلومات عالی گیرد. حتی از یکی از دانشگاه‌های امریکا و رانده بودند. بعد چند سال آمد مسکو، داخل شد به اونیورسیته دولتی مسکو به نام لومونوسوف. وقتی من شنیدم که رستم رحمانوف به اونیورسیته لومونوسوف، اونیورسیته که من تحصیل کردم، اونیورسیته که افتخاری در زمانش افتخاری تمام شوروی بود و امروز افتخاری روسیه است، رستم رحمانوف یک کم سواد، یک کم ظرف گویا داخل شده است و خوشبختانه بعد چند از دانشگاه مسکو پسر رحمانوف، پسر پرزیدنت رحمانوف، رستم رحمانوف راندند. سبب رانده شدنش هم چقدر که همسبقای رستم رحمانوف نقل کرده بودند، این یکم به درس ها نرفتن، به درس ها آمادگی ندیدن، دانش کذایی نداشتن و از همه اساسی یک زندگی اوباشانه داشتن در مسکو بود. مثلا در یک کازینو در ویبزال، زلی که برای مهمانای خاصه است، در کازینوی که در مهمانخانه اریانا جایگیر بود، همه روزه رستم رحمانوف در اونجا قماربازی میکرد و چقدر شاهدان حال میگویند بعضا تا 400 500 تا میلیون دلار در یک شب بوی میداد و آخران رحمانوف مجبور شد که به خاطر آنکه شرمنده نشود، به خاطر آنکه دستیه پسرش به مطبوعات، به صحیفه های مطبوعات نفتد، رستم آورد به تاجیکستان. و من در حیرت شدم که رستمی که اصلا سواد و دانش نداشت، یک باره صاحب دیپلم دانشگاه ملی تاجیکستان میشد، گویا دانشگاه تموم کرده باشد. اما من باور دارم، 100% اطمینان دارم و میدانم که رستم در دانشگاه ملی تاجیکستان یگان روز هم تحصیل نکرده است و دیپلم رستم این یک چی است، دیپلم قلبکی است، دیپلم قلبکی که با پسر رحمانوف تحفه کردند. فقط در تاجیکستان ممکن است، فقط در تاجیکستان پرزیدنت و عائله پرزیدنت به همه چیز حقوق دارند. فقط در تاجیکستان برای آنها قانون عمل نمی کند. اما در کشورهای دیگر این طور نیست. پرزیدنت هم یک آدم قطاری است. پرزیدنت یک نفری است که من بارها گفته بودم و باز تکرار میکنم، یک کارگر کرایه است که مثلا مردم برای 4 سال یا 5 سال یا 10 سال انتخابش کردند. حالا که رحمانوف یگان وقت پرزیدنت تاجیکستان نبود. رحمانوف یگان وقت با واسطه انتخابات به کرسی سزاوار کرسی رئیس جمهور یا رهبری تاجیکستان نشده است. ما این خوب میدانیم. با وجود همین وقتی که به این همهمه و دمدمه نگاه میکنی و وقتی حساب میکنی تقریبا قیمت توی عروسی رستم رحمانوف 1.5 میلیون دلار ارزش داشت. بجز این اشتراکچی آدمانی که در همین توی شرکت داشتن، آنها قصه کرده بودند که ارزانترین تحفه به اصطلاح تاجیکی تویانه
$100,000 بود و حتی بعضی وزیرها، تاجران و بعضی نزدیکان رحمانوف تحفه های آورده بودند که قیمتشون از $1,000,000 هم بالا بودند و شب توی رستم رحمانوف بهترین ماشین ها، بهترین جواهرات و آرایش ها و به ارمغان آورده بودند که قیمت آنها 150, 200, 300 تا $700,000 ارزش داشت. اگر در یگان کشور دیگر نوار همین توی دسترس مردم شود، رئیس جمهور، پرزیدنت همون کشور حتما باید استعفا دهد. حتما. خودی همین کافی است. خودی همین توی کافی است. خودی خراجات همین توی کافی است. خودی گذرانیدن همین توی کافی است که هم رحمانوف به استعفا دهد و هم پسری وی و دیگر پسری قطاری نیست و دیگر کارکنی دولتی است، کارکنی بسیار سطحی بلندی دولتی است، جانشین رئیس یکی از اداره های با نفوذترین کشور است و استعفا دهد. اما این کار نمیشه. و چیز دیگر در این توی ما میبینیم که یک بار دیگر میبینیم که حکومت تاجیکستان در دست کیست. یا دارم وقتی که در خوجند رحمانوف رئیس شورای عالی انتخاب شده بود، خودم در همین جلسه اشتراک داشتم، خودم شاهدی زنده هستم. رحمانوف گفته بود که من خیش تبار ندارم، من یک برادر تراکتورچی دارم و به کسی از خیش تبارانم خیش تباری معلومات دار ندارم که من برای آنها وظیفه دهم. مردم به این باور کرده بودند. اما بعدتر ما دیدیم که این تراکتورچی در پس تراکتوری نورالدین رحمانوف، برادر رحمانوف، ده ها و صدها تلشکه ها بودند و در این توی ما میبینیم که اکثری مردم از خانواده چی هستند؟ از خانواده رحمانوف، از ناحیه دنغره و اطراف آن هستند. چهره های باز همون چهره های شناس امان الله حکوموف، خیش رحمانوف، رهبر راه آهن تاجیکستان، یک نفری که 3 سال پیش به خاطر آنکه پسری نرکوبرانش را رستم حکوموف را در مسکو دستگیر کرده بودند با 9 کیلوگرم گیرین و سود به مهلت قریب 10 سال پسری حکوموف در مسکو محبس کرده بودند. بعدا حکوموف توانست که در کورغانتپه هوانوردها لیاچک های روس را گروگان گیرد. یک جنجال بین دو کشور برخاست. از این جنجال پیش از همه مهاجرای تاجیک ضرر دیدند. همون شب و روز من خوب در یاد دارم که در مسکو صدها هزارها مردم بیگناه تاجیک داشته بودند، دیپارتاسیون میکردند، به شعبه های ملیسا میبردند، پولشان میگرفتند، اذیت میدادند، تحقیر میکردند، فقط به خاطر آنکه باعث همین جنجال، سبب همین جنجال پسری حکومت شده بود، رستم حکومت که با 9 کیلو گیرین، باز تکرار میکنم، داشته شده بود. بعداً این لیاچک های به پسر حکومت آزاد عوض کردن. پسر حکومت آزاد شد، رفت دوشنبه و لیاچک های هم آزاد شدن. اما قریب 3000 نفر شهروندهای تاجیکستان در همون شب و روز از مسکو، از روسیه دیپارتاسیون کرده شدند. تصور کنید 3000 عائله بی درآمد ماند. 3000 شهروند تاجیکستان جای کارش رو در روسیه گم کرد و مدت 5 سال اونا نمیتونن که دیگر به روسیه برگردند. چیزی دیگر درباره حکومت نمیتونم گفت که خودی همین سال هم یک جنجالی که با پاییزهای تاجیکستان خیست، حتی در روسیه با نام شیطان پاییز یک برنامه هم شده بود که این هم یک باعث شرمندگی و سرخمی بود. اما حکومت ما بینیم که در اون توی میرقصد. عجیبش همین است که مثلا پروکورور تاجیکستان باید که به
شهروند امامعلی رحمانوف و شهروند رستمی رحمان دلای جنایتی کشاید برای ویران کردن قانون تاجیکستان درباره تنظیم مراسم ها و معرکه ها. اما ما میبینیم که در این توی که شیرخان سلیم زاده همراه رحمانوف همراه دیگران در این توی فقط می نوشد و می رقصد. این است واقعیت تاجیکستان. بسیار مردم گمان میکنند که چی است، گویا که برای پرزیدنت همه چیز ممکن است. نه، پرزیدنت شاه نیست، پرزیدنت شاهنشاه نیست. رحمانوف که یک چی بود، در یک روستای دنقره زندگی میکرد، یک آدمی بود که نامش کسی نمیشناخت و آوردن سر قدرت موندن. دیگر ما میبینیم که در این 20 سال رحمانوف به کدام درجه رسید، به چی ها، به کدام حال افکند مردم و خودش به چی مشغول است. یا ما میبینیم در همون توی شیرعلی گولوف، یا میبینیم یکی از رقاصه های دیگر حسن سعداللهیف دادر عروس امامعلی رحمانوف. مثلا آدمی که از کوچه مثلا ساختارهای بانکی نگذشته است، آدمی که مثلا در کلخوزآباد وای بود، مدیر یک زپراوکه بود، بنزین فروش بود، بنزین میفروخت، بنزین رو به ماشینا می آوردن، اینا میفروختن. امروز یکی از ثروتمندترین آدمای تاجیکستان، امروز صاحبی وای نه تنها آریون بانکی که آدمای دیگه تشکیل کرده بودند، بانکی که نفرهای دیگه تشکیل کردن، این بانک از خود کرد. زواد آلومینی در اختیار حسن سعداللهیف است. سامان ایر بزرگترین شرکت هوایی در اختیار حسن سعداللهیف است و ده ها صدها کارخانه های و زواد و فابریک های میدانیم که در اختیار حسن سعداللهیف رقاصه دیگری تاجیکستان هستند.